آیا فکر نمی‌کنید که جهانیان مسلمان‌ها را تروریست برادران و خواهران خودشان می‌پندارند؟ منظور مسئولی است. تشکر. خواهر سوال کردن آیا فکر نمی‌کنین که جهانیان مسلمان‌ها را تروریست برادران و خواهران خودشان در سوریه میپندارند؟ آن یک جنگ سیاسی است. و در اسلام قسمی که گفتن شیعه و سنی، در اسلام هیچ گروهی وجود نداره. اگر قرآن بخوانند در قرآن چیزی به نام شیعه و سنی نیست. قرآن درباره شیعه و سنی گپ نمیزنه. الله در قرآن سوره ال عمران چپتر 3 آیه شماره 103 میگه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. و همه یک جا بر اسمان خدا چنگ بزنن و پراکنده نشوند. الله میفرمایند بر اسمان خدا که قرآن مقدس حدیث معتبر است چنگ بزنید و پراکنده نشوید. خدا در سوره انعام چپتر 6 آیه شماره 159 میگه ای پیامبر، کسانی که دین خیش را پراکنده ساختند و گروه شدند، تو را با ایشان هیچ گونه سر و کاری نیست. کار ایشان به خداوند محول است. پس ساختن گروه در اسلام حرام است. هر کسی که گروه بسازه خلاف قرآن و خلاف الله سبحانه و تعالی عمل کرده. جنگ را در کشورهای چون سوریه، کشورهای دیگه یا پاکستان میبینین که گروه ها با هم جنگ میکنن، کاملا منع میباشد. در اسلام هیچ گروه وجود نداره. ساختن گروه در اسلام حرام میباشد. پیامبر گرامی چی بود؟ ای شیعه بود، سنی بود، ایشان مسلمان بودند. پس مسلمان با معنای واگذار کردن خواسته ها به الله و پیروی کردن از قرآن و احادیث معتبر می باشد. هر کسی که این مسائل دامن بزنه مسلمان خوب نیست. پس تمام مسلمان ها اگر قرآن بخوانن و بر راهنمایی پیامبر عمل کنن، انشاءالله ما در بلندترین مقام جهان قرار خواهیم گرفت. در اسرار مسلمان ها به خاطر دور بودنشان از قرآن و سنت عقب مانده هستند. ترجمه قرآن بخوانن، احادیث سیره بخوانن، انشاءالله مسلمان ها در بلندترین مقام هستند.